بله. چی میخواید اومدید دوره بابا؟ چی میخواید؟ توپل جان جوجه برستت میخوای؟ جوجه برستت بخرم؟ آره یا ببرم بیرون بابا؟ تو دوم ببرم بیرون؟ چی میخوای؟ به بابا بگو چی میخوای؟ پاشو بگو. بابا چی میخوای؟ پاشو. بابا بگو چی میخوای؟ چی میخوای بابا؟ چی میخوای؟ بگو چیکار کنی؟ بگو چیکار کنی؟ دخترم چیکار کنی؟ بلند شم آماده شم بریم بیرون. آره خب پاشید. چیکار کنی؟ بگید. کیفتو نشون بده بابا من بفهمم. نشون بده چیکار کنم. من باید بفهمم دیگه. بابا من باید بفهمم. بگو چیکار کنم. بگو چیکار کنی ما انجام چیکار بدیم. کنم الان؟ بشینم؟ بابا بشینم؟ نه. نو. خب بگو چیکار کنم دیگه. بیا بگو چیکار کنم. بگو چیکار کنم. بیا. خب بیا بگو چیکار کنم. شنون بده. شنون بده به من. بابا جون شنون بده من چیکار کنم. آره اما میخوام بهم بگی بابا. بگو بهم. بگو بهم. خب بریم تو اتاق. چیکار کنی بابا؟ تو اتاق چیکار کنی؟ کمد لباس سرم از کمد. لباس بپوشم بابا. چی میگی؟ مهدول داره میگه. آره تو هم بگو. الان بریم جوجه برستت بخریم یا بریم بیرون فدک؟ کدوم؟ فدک یا جوجه برستت؟ هر دوتاش با هم. فدک. لباس بپوشم. لباس بپوشم. چیکار کنی؟ بگو دیگه. تو که بلدی حرف بزنی. بگو. تو که بلدی همه چی رو بگی. بگو دیگه. خواهرت داره میگه. سلام. باشه لباس میپوشم. چشم. شما برو. شما خودت هم آدمه شو. لباساتونو بپوشید بریم بیرون. میان. باشه بریم لباسم بیرون. آپیشونه. صبر میکنی مامان آرایش کنی یا صبر نمیکنی؟ نه. هیچ وقت صبر نمیکنی. مامان تفلک مجبوره همینجوری با لباس خونه بیاد تو ماشین بشین. مامان زش بیاد بیرون. آره اصلا مسئله باشه من نیست. اصلا مهم نیست. اصلا کی گفتی که مهم هست؟ اصلا چه معنی داری زنگ خونه چیز کنی؟ یعنی چه باحالش. بپوش جوش بپوش. لباسش اونجاست بپوش. سری بپوش. سری بپوش. مامان الان قطع میکنه. سری بپوش.